جمالالدین نعمتزاده سرخطیب سابق مسجد مرکزی نویه رودکی و پسر مفتی سابق تاجیکستان امان الله نعمتزاده روز 3 ایون سال 2023 در سن 60 از عالم چشم پوشید. مراسم نماز جنازه و دفن جمالالدین نعمتزاده امان روز شنبه 3 ایون بعد نماز پیشین در محل زیستش در طرف سابق کلخوز تلمن در نزدیکی شهر وحدت دایر شده است. درباره علت مرگ او معلومات دقیقی در دست نیست، ولی به گفته افراد نزدیک به خانواده نعمتزاده ها، جمالالدین نعمتزاده چند سال اخیر از پیامدهای فربه‌شوی و بیماری‌های ناشی از آن اذیت می‌کشید. مفتی سابق تاجیکستان امان الله نعمتزاده سال 1935 در دهه بزرگیان منطقه آبگرم به دنیا آمده. سال 2010 در دوشنبه در سن 75 وفات کرد. امان الله نعمتزاده از سال 1996 تا 1997 مفتی و بعد به مرکز اسلامی تبدیل نام کردن مفتیات از سال 1997 تا سال 2010 رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان بود. مفتی کنونی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده بعد امان الله نعمتزاده به این مقام رسید. پسر مفتی قبلی جمالالدین نعمتزاده بیشتر با عملهای بحث برانگیز و چند ماجرای پر سر و صدا در ذهنها نقش بسته بود. از جمله سال 2014 جمالالدین نعمتزاده برای جنجالش با ایشان نوردین جان تورجانزاده برای امامتی نماز جنازه یک مرد سالخورده ورد زبانها شد. یک ساکن سالخورده رودکی وصیت کرده بود است که نماز جنازه‌اش را ایشان نوردین جان بخواند، ولی جمالالدین نعمتزاده او را به امامتی راه نداد و در بین مردم برای ادای نماز جنازه جمع آمده پای فشاری میکرد که باعث سرخطیب نویه امامتی نماز جنازه این ساکن نویه حقی اوست. بازداشت مختوم عبدالحق امام خطیب مسجد مرکز نویه شامنصور در سال 2021 بعد مراسم دفن دامولا حکمت الله تاجیک‌آبادی را نیز برخی به اختلاف بین او و جمالالدین نعمتزاده در پی به اختیار محمد عبدالحق گذاشتن مسجد حضرت مولانا که قبلا در اختیار نویه رودکی بود، امامتش را جمالالدین نعمتزاده در دست داشت ربط میدن. به گفته منابع آگاه بعد از دست دادن مسجد حضرت مولانا جمالالدین نعمتزاده نسبت به محمد عبدالحق خصومت پیدا کرده و درباره سخنرانیش در نماز جنازه دامولا حکمت الله به مقامات امنیتی معلومات داد. اما از همه ماجرای پر سر و صدای جمالالدین نعمتزاده روز 7 ماه سال 2021 پیش از نماز تراویح در مسجد دهه دریاآباد نویه رودکی رخ داد که او امام خطیبش بود. در ویدیویی که در اینترنت نشر شد دیده میشد که جمالالدین نعمتزاده میخواهد پسرش عظمت الله را به جای خود امام مسجد کند، ولی مردم به این دلیل که پسر او چندی از این پیش با اتهام دزدی دستگیر شده بود راضی نمیشوند. پسر جمالالدین مردم نوروزی را دشنام داد که این باعث اعتراض شد و جمالالدین نعمتزاده به حمایت از پسرش وارد بحث شده از گریبان یک مرد نوروزی داشته کشاله کرد تا که او را به حجره دیگر مسجد برد. نمازگزاران مانع شده به جمالالدین نعمتزاده گفتند که این کار را نکند، شما خطیبید، عیب است. ولی جمالالدین نعمتزاده یک دشتم آبداری را به زبان می آورد و با بلندگویک خطاب به مردم می گوید همین مسجد را محکم نکنم اگر من زن شما شده باشم، یک حیات دیگر در این مسجد نماز نمی خوانید، بمیرید از این روزتان. نزدیو و سلفیو در اینجا جمع آمده اید. باز بعد رسانه شدن این ماجرا کمیته دین تاجیکستان خبر داد که روز 8 ماه نعمتوف چمنالله معروف به مولا جمالالدین پسر مفتی سابق تاجیکستان امان الله نعمتزاده از مقام امام مسجد جامع به نام حضرت محمدی دهه سخاوت دیات چورگل تپه نویه رودکی و پسر او عظمت الله چمنالله از مقام مسجد پنج وقته به نام ایشان اسمت الله دهه دریاآباد دهات زینب آباد نویه رودکی برکنار کرده شدند.